سلام. خیلی سریع میرم سر اصل مطلب. اشاره کردیم به اینکه اصلاح طلبان اطرافیان آقای پزشکیان و در واقع اطرافیان آقای قالیباف در جناح اصولگرایان همگام با رسانه‌های جریان اصلی غرب که کارشون تضعیف و تخریب در واقع اون آدم‌های اصلی نظام ایرانه، حکومت ایرانه و خب همه تلاششون رو در این جهت همیشه کردن و میکنن. اینا در واقع همگام با هم خیلی به صورت خیلی جالب و معجزه‌آسایی حتی آتششون رو گرفتن، آتش تخریبشون رو گرفتن روی یه کاندید خاص که آقای سعید جلیلی، یکی از نامزدهای انتخابات. و نکته جالب اما اینه که توی این یکی دو روز گذشته دو نفر دیگه کاندید جنای اصولگرایان در واقع آقای زاکانی که شهردار تهرانه و آقای قاضیزاده هاشمی که در واقع رئیس بنیاد شهید و امور احصارگران در ایران هستش، اینا در واقع به طرز خیلی واضحی بدون هیچ در واقع پیچیدگی تخریب کردن و در واقع یه آتیش عجیب غریبی گرفتن روی آقای به طرز هماهنگی. یعنی خیلی دیگه آدم باید کودن باشه نفهمه این هماهنگی رو. و تخریب کردن آقای جلیلی رو به طرز خیلی زشتی. من میگم حالا جالبه که این دو کاندید مخصوصا خیلی خودشون رو از نظام و از حکومت و از در واقع مطیع ولایت و اینا میدونن، در رأس نظام که آقای خامنه ایه، به طرز خیلی عجیب غریبی و زشتی به نظر من تخریب کردن. و این یه چیزی رو ولی مشخص میکنه، اینکه توی جناح اصولگرایان تقسیم غنایم شده انگار و یه هماهنگی به وجود اومده بین آقای قالیباف و این دوتا کاندیدا که به هر حال یه قراره یه اتفاق و اون یه اتفاقاتی بیفته بعد انتخابات وقتی که اینها رأی رو بیارن. و نگاه کنید شما ولی اون سمت داستان آقای در واقع جلیلی که من به شما گفتم به هر حال هر آدم، حالا هر چیزی که هست، هر کی که هست، حالا خوب یا بد، ولی آدمیه که اهل باندبازی نیست به نظر میرسه و آدمی که حالا کارنامه‌اش نشون میده و به هر حال دوست و دشمنم این رو میگن و ازش ناراحتن. اینه که چرا؟ چون که نمیره تو باندشون و یه جور دیگه فکر میکنه، یه جور دیگه عمل میکنه و اهل ائتلاف های این شکلی که سهم بدی و سهم بگیری نه، داره میگه که آقا باید همه مشارکت کنن، تقسیم غنایم و این چیزا نداریم، پدرخواندگی و باندبازی و اینا نداریم. و خب مگه میتونی حالا شما یه چنین حرفی بزنی؟ مگه ولت میکنن؟ اینا رو باید فهمیدا، اینا رو باید در واقع ریز شد توش، اینا رو باید دید، اینا رو تا بفهمی که چه خبره در واقع در یه فضای انتخاباتی و توی یه مملکت مثل ایران. اینکه چرا یه سری مشکلات در واقع خیلی ها میفهمن و درکش میکنن و درباره‌اش صحبت میکنن ولی در واقع به جایی ختم نمیشه. این آدم هایی که چنبره میزنن روی منابع، روی در واقع ارکان قدرت و ببینید که چجوری با هم پشت هم در میان. خیلی جالبه این چیزها برای آدمی که میخواد فکر کنه و بفهمه. امیدوارم که این ویدیو در واقع براتون موثر باشه و خیلی زود برمیگردم در واقع با یه ویدیوی دیگه. فعلا